بعد از اینکه مقام عظما جام زهر برجام و سر کشید و دشمنا جامای زهر دیگر رو به ایشون به فرما زدن، دچار افسردگی مزمن شدم و برای تسلی خاطر خودم یک دیوان شعر سرودم که الان 2 بیت اونو براتون میخونم. شده زین سم مهلک سینه اش چاک، که عظما پازلی دارد خطرناک. خرش کردند کین برجام تاج است، به جای تاج بر سر میکند خاک. از ناشرین محترمم عاجزانه درخواست میکنم که برای انتشار این دیوان به من مراجعه نکنن، چون به خاطر فروتنی ذاتی که از خود آقای دکتر به من نشر کرده وصیت کردم که این دیوان یک چاپ بیشتر نشه، اونم فقط بعد از مرگم. نه خدا نکنه. مرگ منو میگی؟ نه خیر، چاپ دیوانو میگم. مرگ حقه، این یکیه که خیلی زایه. آقای دکتر این پازل رو خودتون برام توضیح دادین، اگه خیلی زایه است واردش نشین. زایه که هست ولی خیلی مختصر و مفید و همچین کپسولی برات بگم. اسم پازل براندازی. یه تیکش برجامه که با 2 و 3 و بعدیاش هم تازه داره تو راهه. یه تیکش داستان پاریس و اون حمایت که خودش 40 تیکه است. یه تیکش اون یکی ملاقات یه تیکش داستان نوار کذایی. یه تیکش آزادسازی حلب. بس دیگه دکتر، تیکه تیکه کردیم مقام عظما رو. این وسط حاجی رفسنجانی چی کار میکنه با مقام عظما؟ آهای دکتر در دیزی واضحه، یه گربه کجا رفته؟ ضعیف و بدبخت گیر آورده تو حلب. فک مقام عظما رو پیاده کردن، به جای اینکه دلداریش بده میگه چشمشو بسته دهنشو واز کرده. فکر میکنه بسیجی‌ها نمیفهمن، خیلی هم خوب میفهمن. هر چقدر نفهم و بیشعور باشن اینو دیگه میفهمن که داره به مقام عظما صاف میگه زر زیادی نزن. آی دکتر شما نمیتونی یه جوری وارد بشین و این دوتا رو یه طوری با هم دیگه آشتی بدین؟ کار از این حرفا گذشته. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که شریکه زنگ زد به وکیلش، گفتش که 50 ساله دارم با این شریکم کار میکنم، همیشه به هم بدبینیم، واسه هم دیگه میزنیم پشت سر هم دیگه، چه کار کنیم؟ وکیل گفت بعد 50 سال خب یه خود دیگه صبر کن، بالاخره به همین زودیا یکی تو میمیرین حل میشه دیگه. روشن شد یا هم چه بذارم که خودت هم حل بشی. یه نامه داریم با اسم مستعار آو این واو که به شرط ناشناس موندن نامه داده. علی اکبر ولایتی تو نامش نوشته مقام عظما چرا الان میگه من با برجام مخالف بودم؟ چرا تا حالا همش حرفای 2 پهلو میزد؟ یعنی میدونست بده ولی ارزه نداشت جلوشو بگیره که امضا نکنن این داستانو. آره بدبختیاش که یکی دوتا نیست که بیچاره. بنا بود که این برجام بشه درمون درداش، شد یه دردی روی بقیه درداش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف کلی پول داد، سگ خرید برای باغ که دزد نیاد، دزد اومد خود سگه رو دزدید. دکتر دوباره برمیگردم به همون پازل خطرناک نفسگیر. این سم مهلک که عظما میگه تو همون پازل خطرناک نفسگیر تازه یه گوشه از پازله. سربسته برات بگم. دکتر تقاضامندم که خیلی خیلی سربسته بگین و سرشو ببندین. یعنی نه به اون ملاقات تو پاریس اشاره کنین، نه اسمی از اون گرد همایه و حمایت‌های توش بیارین، نه بحثی که سر بحث سرنگونی نظام شد مطرح بکنین، نه به نوار کذایی که باعث افشا شدن بعضی مسائل شد اشاره بکنین. آفرین به این رازداری استراتژیکی که از خودت نشون دادی. اگه اینم میگفتی که این پازل رو کی برامون طراحی کرده دیگه بحثت کم و کسری نداشت. چه کارت بکنم که این خنجری که تو تو شکم عظما فرو میکنی و میچرخونی کم از دشمنا نداره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که پسره جای سوختگی رو زانوشو به مادرش نشون داد. پرسید این جای چیه؟ مادره گفت کوچیک که بودی شلوارک پات بود، چهارشنبه سوری با پسرعموات رفتی رو آتیش بریدی. پسره گفت پس اونجا سوخته؟ مادره گفت نه خیر اونجا نسوختی. بعدش که اومدی خونه خودم با قاشق داغ سوزوندمت که دیگه بی اجازه جایی نری، خطرناکه. جمع‌بندی بعد از پازلی که گفتین و اون دریافت توپوزی توسط مقام عظما تو حلب، کار به جایی رسیده که زبون حاجی رفسنجانی و دم دستگاهش روی مقام عظما خیلی بازتر شده. حالا چی میشه؟ هیچی. عظما یا باید بره پای شمارهای بعدی برجام یا این کافه‌های وسترن
بزنه زیر ویزا چاپ بکنه، یا اینکه بازم کش بده که البته این راه حل آخری به اسم عمه مبارکشون اسم گذاری میشه. آیه دکتر به فک و فامیل این مقام الگوی بعدم چه کار داری؟ خودش میگی قربونت برم، من براش دیوان شعر گفتم. 80 میلیون دارم به عمه. آخه داری میزنی به فک و فامیل.